خب بسم الله الرحمن الرحیم. بریم امروز در انسرت تاب با کامند سیگنیچر لاین سیگنیچر لاین توسط این کامند می توانیم که خط امضا را بیاوریم که کی باید امضا کنه. توسط این کامند می توانیم که خط امضا را بیاوریم که کی باید چی کنه، امضا کنه. اینجا ما میخوایم یک خط از پاراگراف از جای امضا میاریم. کجا باید بی؟ اینجا بیا مایکروسافت آفیس سیگنیچر لاین کلیک اوکی. آمد یا نامد؟ اگر میخوای که مشخص بکنیم که کی باید امضا کنه، سیگنیچر لاین سلیم منیجر سلیم @gmail.com سلیم منیجر است. امضا میکنه نه این علامه اگر زمانی گم میشه شاگرد وقتی که سنین اگر امضا امرای سب باشه از پن لایت یا نوت پید میاره یک دیوایس است خب کنک باشه اینجا میتونه این رخ ببینی چیکار کرده میدانیم امضا ورده میتوانیم. اینجا ببین از نوت پید یا آنلاین میخواه امضا را. Services files. خب دیگه کامند است date and time. وقت و تاریخ آورده میتوانیم. توسط این کامند میتوانیم که وقت و تاریخ بیاوریم. shift plus alt plus d date. shift plus alt plus d is what a date. shift plus alt plus t is what a time. شارتکट आहे एक टाइम और दामी ताने वो दिगेश डेट और दामी मुझे सच कि begin چی और दामी तवाने डेट एंड टाइम 7 तारीख ببین کلیک بکنیم اینجا کدام دیت بگویه یا کنترل پلس شیفت پلس دی شیفت پلس آر پلس دی ساری شیفت پلس آر پلس دی اینی دیت نباشه اینی دیت باشه. خب اپدیت بید شوه اوکی ای اپدیت میشه. مثال یک عریضت نوشته کردی یک سال بعد باز کردی سر تاریخ رایت کلیک و اپدیت بگو اتومات با تاریخ نو بگیره مگر ای اپدیت نمیشه. این چی نمیشه؟ چرا ای اپدیت میشه و اپدیت نمیشه؟ به خاطر که کدام تاریخ اگر بخوای که اپدیت شوه اینی چک کن نشه. اگر میخوای که اپدیت نشوه چک نکن. یادتان است؟ مثال اینجا تاریخ مثال اینجا تبدیل شده 27 است تاریخ مثال امروز چند بود 11 آره یه بود تاریخ هست یا نیست؟ ما میخوایی اپدیت شود درست یا نیست؟ میبینی؟ کلیک اپدیت 27 اتومات شده یا نشد؟ یعنی کدام تاریخ باید شود؟ میخوایی پس اینی تاریخ شود right click update
یا شاگردان در دیتن تیم که می ما میش که می مینی تاریخ انتخاب می باشنه ها ما میش که می آمده مینی تاریخ بده انتخاب باشه سر جبا یس حالا که بری دور دراز میشه که تاریخ اگر زبان پشتو یا دری انستال باشه اینجا دیگه استال های تاریخ هم می اشکال خو نیست چی کار کرده میتونیم چند کمان خوانده؟ دو کمان خوانده کمان دیسیوم object object توسط این کمان می توانیم که در پروگرام موجوده پروگرام های دیگر را باز کنیم در پروگرام موجوده پروگرام های دیگر چی کنیم باز کنیم و هم می توانیم که لینک آن کنیم و هم می توانیم که لینک آن کنیم لینک با دو قسم است و چند قسم است لینک با دو قسم است یک مینوال است یک اتوماتیک است اتوماتیک که است زمانی که در داکومنت اصلی تغییرات بیاوریم اتومات در کاپیش هم تغییرات می در کدامش کاپی اتوماتیک زمانی که در اصلی داکومنت تغییرات بیاوریم اتومات در کاپیش وارد می شوند منوال کدامش منوال دوام کدامش هست منوال که است بعد از اپدیت تغییرات در کاپیش می بعد از اپدیت خب ببینید شاگردان ما میخوایم در پروگرام ورد پروگرام های دیگر باز کنیم ابجکت میرم کدام سیدی گل شده تلویزیون نه کامپیوتر کار است تلویزیون دیگه چیز است همیدی LCD است یک LED است یکی از پروژکتور است که لیزر دارم شما برید تلویزیون هم LCD LED هم معنیش کن همولی خواهش دستم امبری است امبری خب ابجکت بیم ابجکت که آمدی اینجا کدام پروگرام باز میکنی هر کدام پروگرام که امریت انستال باشی اینجا اتومات می مثال ما بیتماپ امیج یا پینت از اینجا باز میکنم اوکی پینت باز شده یا نشد میخوایم در پروگرام پینت دیزاین کنیم چی میکنیم مثال میخوایم در پروگرام پینت دیزاین کنیم
era نیست. کلوزش که اتوماتیک در پروگرام ورد کلوز کی اتوماتیک چرا کی از کدام طریق ऑब्जेक्ट बॉस ये सर प्रोग्राम के इंस्टॉल कर सकते हमें एक कोलो ड्रॉप फोटोशॉप ऑटोकेट और पार्ट वर्ड जैसे कि मिसाल बशक्ल आइकन में मालूम है एक चीज़ की मेरे यहाँ एक चीज़ तो हीरा तो और दे बशक्ल आइकन नहीं मालूम है शनम अरे कि आइकन हीरा के डबल क्लिक करी पॉइंट बॉस में शा अगर ये आइकन हम डबल क्लिक करी पॉइंट में शा बॉस में शा वो दिगे चिकार में कि नहीं जब ऑब्जेक्ट लिंक ऐड करता है क्रिएट्स लिंक्स टू फाइल बशक्ल आइकन निशान बताइए या आइकन निशान ना थे ब्राउज करा फाइल my note insert okay ये my note बॉक्स से देना शायद ये राइट क्लिक में करें लिंक लिंक्स बॉक्स ऑटोमेट बेद लिंक ओपन सोर्स जेएसलिश बॉक्स जेएसलिश बॉक्स जेएसली के तगीरात भी और इमेजा ऑटोमेट दर काफिश बेच शवा बेदर काफिश ऑटोमेट बेद वारद शवा वारद में शनमिश ये ऑटोमेटस मैनुअल को दामस के इन जबी लिंक बॉक्स करी मैनुअल भी ओपन सोर्स स्लैश बॉक्स द स्लैश के तगीरात और दी नहीं सेव करी द काफिश तगीरात अब नाम राइट क्लिक को इंच अपडेट लिंक हो उस स्लैश पर दिगेश चीज काफिश बाद इसी शेगर द कमांड दारे में जब बना में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल द कमांड is text from file तो तीन कमांड में तो अनेम के चंदीन फाइल रा दर एक डॉक्यूमेंट भी और है चंदीन फाइल रा दर एक डॉक्यूमेंट भी और है یک فایل اینجا داریم یا نداریم شاگردان میبینید یا نیست معلومات هست یا نیست میخوایم که در این داکومنت یک دانه اگر اوپن کنیم این داکومنت از بین میره یا نمیره زمانی که این داکومنت داریم دیگه اوپن میکنیم ببینه اوپن مثال نورلا سیوی کدام ड्राइव बसू लाकस ओपन browse document या desktop open वो डॉक्यूमेंट रिवाज बन रफ्ता लेकिन वो दिखा जाए मानते ही दिखा जाए पर में कि नहीं चंदीन डॉक्यूमेंट फाइल चंदीन जैसा था از چندین فایل برای ما یک فایل جور کو ولی کی رقم میکنی نو اینجا کرسر استارت کو کدام کامند بیا تکست فرام فایل مثال دیگه اگزام باید هم بی اگزام آمد یا نامد چی آمده اگزام کلا بر نشان نمید تو که میبینی بس ریکارد بیخی تیر نکنه خفا نشو دیگر هم اگر بخوایی که بیاری text from file ایرم آماده میبینی اگر میخوایی چندین داکومنت یک جه کنی
دیگه کماند است برای ایرا فامی دیردو کماند object text from file equation توسط این کماند می توانیم که سوالهای ریاضیات را نوشته نماییم یا تایپ نماییم. سوالات چی؟ ریاضیات. ببینید شاگرده اینجا کدام ستیل بای ستیل چی نوشته میکنی دارید که کسی میفهمه متریکس اپریترز لوگاریتم ان لیمیت اکسنت functions sin cosine tangent bracket large operators integrals radical scripts fraction یعنی کسر و اینجا اگر دلتا و کوتا و unlimited و این استیلشان از کدام شکل نشان داده بتا تو میدانی که دلخواه یک چیزی چی کنی؟ رسم کنی automatic میره اینکه کوشن یعنی اینجا اگر میخواستی که سوالات تایپ کنی اینجا بید مراجعه کنی کجای کوشن یک چند دانه جور است ما میتونیم واپس درکم بیارم insert new now بیارم اگه اینجا کار سر باشه insert new چی مانا؟ now ارده میتونی اینکه کوشن تو خودت تایپ کرده میتونی نوشته که و save to selection هر یک کوشن که داشته باشه میتونی ده اینجا چی کنی؟ آخری کماند است سمبول توسط این کماند می توانیم که سمبول های گوناگون در داکومنت بیاوریم در کدام چه؟ داکومنت سمبول کدام قسم سمبول میاری اینجا میدانیم که جه سمبول ها که هست اینجا ویبدینگ نام داره چی داره؟ ویبدینگ اینی سمبول میارم شرکت برای جور میکنم کنترول پلس ای علامه اسیم کلوز یا میدانیم او رقم یک سمبول انسرت کنی انسرت میه کنترول پلس میارم میدونی که سمبول شما دیزاین هم بود انتخاب کردی هر دیزاین میتونی سمبول استفاده کنی از کجا میاری سمبول از insert tab symbol چه قسم که تکست کلان میشه چی کلان میشه؟ تکست کلان میشه و سمبول هم کلان میشه
سمبول است. خب هر سمبول که جور میکنه، هر قسم هر کدام کار که میکنه از کجا جور میشه؟ از سمبول جور میشه. این چی بود؟ روز شنبه بخیر؟ سه شنبه در رضای خداوند بود. ما شما بخیر پاس ریزی بحث میکنیم. جانم میگیرم